مادر الکساندر صادیقوف دانشمند جوان که در تاجیکستان با جاسوسی متهم شده فعلا در یکی از بازداشتگاه‌های کشور به سر میبرد، اوایل هفته روان با پسرش ملاقات کرده است. این ملاقات حدوداً بعد یک ماه بازداشت الکساندر صادیقوف صورت گرفت. پرونده این دانشمند با اتهام جاسوسی کاملا سری است و نه بازجویی‌ها و نه وکیلان او جزئیات اتهام را آشکار نمی کنند و درباره وضعیت نگهداری او در بازداشتگاه نیز معلومات دسترس نیست. همکار ما شهلای گلخواجه با مادر الکساندر صادیقوف ملاقات کرد و حالا از او میپرسیم که مادر و پسر در این بازداشتگاه در مورد چی سخن گفتند. شهلا؟ خب مادر الکساندر با گذشت یک ماه بالاخره امکان ملاقات با پسرش را پیدا کرده و با وضع او با چشمان خود آشنا شده است و مادر الکساندر میگوید که ضمن واخوری فرزندش از هیچ شکایت یا ناراضگی نداشت و خیلی آرام به نظر می رسید و ظاهرا خود را خیلی خوب در دست گرفته بود. با گفته مادر الکساندر، پسرش باوری دارد که پروندهش منصفانه بررسی می شود و بیگناهی او ثابت می گردد. شهلا، آیا صادیقوف در ملاقات با مادرش جزئیات بیشتری قضیه اش را آشکار کرده است؟ آنها اصلا در چی باره صحبت کردند؟ خب صادیقوف با مادرش بیشتر در مورد وضع نگهداریش در بازداشتگاه صحبت کرده، همچنین از حال خانوادهش از مادرش پرسیده است. این هم در حالی است که کمیته عدالتی امنیت ملی به پرونده صادیقوف مهر مخفی زده است و از این رو نزدیکان وکیلان دفاع و مفتشان پرونده او حق آشکار ساختن جزئیات این پرونده را ندارند. تشکر شهلا. از بازداشت الکساندر صادیقوف یک ماه می‌گذرد و معرکه‌های پشتیبانی برای آزادسازی او در سطح دانشمندان جهان تا حال نتیجه ندادند. الکساندر صادیقوف روز 16 ایون در خاروغ هنگام مصاحبه با رئیس سازمان ولایتی حزب سوسیال دموکرات علیم شیرزمانوف بازداشت شد.